سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است که شما را با مهمترین نوگانی‌های روز در تاجیکستان و جهان آشنا می‌کند. امروز دوشنبه 22 دکبر است. حالا با موضوعهای نشر شناس شوید. در مسکو باز یک گنرال بلندپایه روس به قتل رسید. این دفعه هم مقامداران روسیه تخمین می‌کنند که این کاری دست خدمات ویژه اوکراین میباشد. فرضیه‌های گوناگون تحقیق می‌شود که یکی از آنها تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوصی اوکراین میباشد. تنها مقامات چچن تبار جرأت کردند قتل قابلجان را محکوم کنند. در ملاقات پوتین با رحمان و دیگر رهبران کشورهای جامعه همسود در این باره حرف صدا نداد. برنامه غذایی سازمان ملل متحد اعتراف می‌کند که اولین بار در دوام 10 ساله‌های اخیر این تشکیلات پول و ذخیره‌های خوراکی ندارد که به مردم افغانستان بدهد. اگر کسی خیر کرد اون وقت آتشدان ما روشن می شود، وگرنه نه. ما حتی یک پلیته خریده نمی توانیم. صبح امروز در شهر مسکو یک گنرال بلندپایه ارتش روسیه کشته شد. فانیل سرورف سردار ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه بود و او از مواد ترکنده کشته شد که در زیر ماشینش نصب شده است. سرورف سیومین گنرال ارتش روسیه است که در سالهای اخیر به شیوه مانند به این کشته می شود. کمیته تفتیشات پرونده جنایی باز کرده گفت یک فرضیه این است که این کاری دست خدمات ویژه اوکراین می باشد. جزئیات حادثه در گزارش همکارم که مرسیتو. در نتیجه ترکش ماشین در مسکو، گنرال لیتنانت فانیل سرورف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پترنکو سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر ماشین روی داد. به قول پترنکو، مفتشان فرضیه‌های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. همچنین صحبت‌ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین‌های کوچه جریان دارد. فرضیه‌های گوناگون تحقیق می شود که یکی از آنها تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوصی اوکراین می باشد. کمیته تفتیشات روسیه بر اساس ماده‌های کشتار به طور خطرناک و گردش غیرقانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این مورد سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. از این پیش در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو گنرال لیتنانت ایگور کریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبری نیروهای حمایت از حمله‌های کیمیایی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را به استفاده از سلاح کیمیایی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند به کشتار او یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. گنرال یاروسلاو موسکالیک، معاون سردار سرریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو جان باخت. موسکالیک در سالهای 2015 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت و سال 2018 در مذاکرات با پرزیدنت وقت سوریه بشار اسد در هیئت روسیه شامل بود. با گذشت تقریباً یک هفته از قتل قابلجان علیف، نورس 10 ساله تاجیک در روسیه، هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است. مثل اینکه کشتار اصلاً روی نداده است و یا آن را دانستن نمیخواهند. فقط چند از نمایندگان ملت‌های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی‌های سیاستمداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهر سفر واکنش‌های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی میگویند. قبل از برنامه با گفتگوی داشتم و نخست از واکنش‌های سیاستمداران و چهره‌های شناخته روسیه پرسیدم. از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابلجان علیف تا کنون چیزی نشنیدیم یا نشر هم نشده است، یا مثلا از دومه دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است، فقط به استثنای بیانیه آدم دلیمخانوف، وکیل دومه دولتی از جمهوری چچنستان. او نورس 15 ساله روس را که قابلجان علیف را روز 16 دکبر در مکتب و در روز روشن
کارزد فاشیستی حقیقی نامیده است. دلیمخانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه‌های معینی روسیه نامیده است. البته خود دلیمخانوف هم به نقض حقوق انسان متهم می شود و از طرف امریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحادیه اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیروف یاور و پسر رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابلجان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افزوده است سبب گروه‌هایی هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیا مرکزی و قفقاز در روسیه می‌کارند. موعظه‌های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه‌های بدخواه تبدیل می‌دهد و این اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتویف یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه گفته است شبهه دارد نورس روس که هنگام حمله از تومه‌های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است. و بر رسانه‌های روسیه گفته است ریشه‌های این جنایت را باید در غرب جست. ماتویف 2 روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه‌های روسیه همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی‌های مردم کشورش نامیده گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگر روسیه را می‌ربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره هم به مرگ نورس تاجیک نکردند. از همکارم همچنین درباره واکنش‌ها از تاجیکستان پرسیدم که چگونه‌اند. در تاجیکستان مثل پیشتر واکنش‌ها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی هستند از کاربران عادی و هم از زیاییان. از جمله کاربری پیشنهاد کرده است در هر شهر و ناحیه کشور کوچه، باغ یا خیابان با نام قابلجان علیف گذاشته شود. این کاربر با نام عالمجان قربانوف نوشته است بی تفاوتی نسبت به این فاجعه معنای بی احترامی به خون ریخته فرزند ملت و ضعف موقع دولتی در حفظ شرف ملی را دارد. بعضی ها هم در سوگ قابلجان مرثیه نوشتند و بعضی ها همچنین به کمک به خانواده قابلجان دعوت میکنند که حالا مادرش تنها با برادری خردیش مانده است. از طرف دیگر این سوال هم مطرح می شد که آیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 22 دکبر در سنت پتربورگ در نشستی غیر رسمی چندی از کشورهای مشترک المنافع بود، آیا درباره نورس تاجیک با ولادیمیر پوتین گپ میزند یا نه؟ از خبرهایی که تا حال به ما رسیده است فقط این معلوم بود که ولادیمیر پوتین در مراسم جایزه صلح به نام تالستوی را به امام علی رحمان و همتایان ازبک و قرقیز او شوکت میرزیوف و صادر جباروف سپرده است. اما مخالفان حکومت تاجیکستان روز 21 دکبر در نزد کنسولگری روسیه در شهر بونی آلمان جمع آمدند و قتل قابلجان را محکوم کردند و این یگانه نمایش اعتراضی بود. آنها از حکومت تاجیکستان خواستند الکساندر بستریکین، رئیس کمیته تفتیشات، ولادیمیر کالاکولتسف، وزیر امور داخلی میرانوف و سلوتسکی وکیلان مهاجر ستیز دومه دولتی را برای تحقیر شأن و شرف مهاجران افراد نامطلوب برای تاجیکستان اعلام کنند و دیگر به کشور راه ندهند. ضمن سخنرانی ها همچنین طرفداران مخالفین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بدی روسیه با شهروندان کشور و به احترامی آن با تاجیکستان همکاری نزدیک با این کشور را ادامه می‌دهد. تشکر. طاهری سفر بود که واکنش‌ها به کشتار بیرحمانه طفل تاجیک در روسیه را تحقیق نمود. بینندگان ارجمند، آیا نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر گفتنی دارید میتوانید زیر این برنامه اخبار آزادی و هم در صحیفه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک بنویسید. و طوری که همکارم یادآور شد امروز در شهر سنت پتربورگ روسیه جلسه غیر رسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های همسود یا اسنگ برپا گردید. رهبران 7 کشور از جمله ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان با دعوت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نخست در تالار آثارخانه ارمیتاژ گشت و گذار کردند. در همایش سران با وجود اعلان پیشکی رهبر آذربایجان ایلهام علیف با بهانه سرکاری شرکت نکرد. پوتین از همکاری ها در دایره این سازمان ستایش کرده گفت که داد و گرفت‌های تجارتی میان کشورهای عضو در 9 ماه سال جاری 90 میلیارد دلار را تشکیل داده است. مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، مواد مخدر و کروپسیا را سمت مهمی همکاری نامید. پوتین اینچنین درباره ناتسیسم یادآور شد که به گفته او در سرنگون کردن آن در دوره جنگ دوم جهان سهم هر جمهوری سابق شوروی مهم می باشد. در مراجعت به امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان، پوتین به گفته‌اش نسبت برخورد سازنده و پرتشبث به اجرای وظیفه‌های رهبری دوره در اسنگ تشکر کرد. ولی این نوبت هم او از مرگ پرفاجعه کودک تاجیک
در یک حمله نژاد پرستانه هفته گذشته در مکتب در مسکو اصلا یادآور نشد. تا حال معلوم نیست که آیا این موضوع را در ملاقات با پوتین امام علی رحمان هم مطرح نمود یا نه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در کابل یک رمز دیگری فرهنگ و تاریخ را نابود کردند. تالار معروف سینمای اوریونا بعد بیش از 60 سال فعالیتش از طرف حکومت طالبان به خاک یکسان شد. در جای آن باید مرکزی سودا بنیاد شود. این یک اقدام دیگری حکومت تندروی طالبان در نابود کردن نشانه های فرهنگ و مدنیت زمانوی در افغانستان می باشد. تا حال این حکومت دعوت های جامعه بین المللی برای تغییر رفتار و احترام به فرهنگ و تاریخ و هم حقوق انسان را چون شرط از سرگیری یاری های بین المللی نادیده گرفته است. ضمناً برنامه غذای سازمان ملل متحد میگوید با بحران خیلی جدی کمبود غذا برای نیازمندان دست به گریبان است. میرزا نبی خالقزاد گزارش میدهد. اولین بار در تاریخ فعالیت برنامه غذای سازمان ملل متحد این سازمان نمیتواند به میلیون ها نیازمند خوراک در افغانستان یاری رساند. در این کشور احتمال افزایش مرگ و میر به خصوص در میان کودکان با سبب کمبود مواد آذوقه افزایش می‌یابد. بعد سال 2021 سر قدرت برگشتن طالبان یاری‌های بین الملل خیلی کم شد و علاوه به این آفت‌های زیاد طبیعی مثل زلزله زندگی به این هم رقتبار مردم عادی را سنگین‌تر کرده است. زمستان دوره سخت است. ما امکان خریدن خوراک را نداریم. دخترم یک طفل بیگناه است. هر پولی که شوهرم به دست می آورد برای خریدن غذا صرف می شود. ما نمی توانیم خانه را گرم کنیم. اگر کسی خیر کرد آن وقت آتشدان ما روشن می شود. وگرنه نه. ما حتی یک پلیته خریدن نمی توانیم. در چنین شرایط خطر افزایش مرگ و میر کودکان محتاج غذا در موسم زمستان بیشتر می شود. به حسابهای برنامه غذای سازمان ملل متحد در میان 17 میلیون مردم افغانستان که با گرسنگی روبرو هستند 3 میلیون نفرشان از مهاجران رانده شده از پاکستان و ایران می باشند. افزایش یکباره کمبود غذا حیات میلیون ها کودکان را در خطر می‌گذارد. ما شاهد کاهش فاجعه‌بار کمک‌ها و یاری‌های غذایی می‌شویم و بینواترین افغانستانی ها نمی‌دانند این زمستان را چگونه پشت سر خواهند کرد. بازگشت مجبوری از کشورهای همسایه، خشکسالی و کاهش فاجعه‌بار کمک‌های غذایی در سراسر کشور یک بحران خراب آور گرسنگی را برای 17 میلیون اهالی به وجود آورده است. این سازمان میگوید برای یاری به مردم نه کمتر از نیم میلیارد دلار ضرور است. و یک خبر دیگر، دادگاه در شهر دوشنبه پرویز زویرف را که ماه اکتبر از فرانسه به تاجیکستان رانده شد به 13 سال زندان محکوم کرده است. او از غلامی‌های محله دروازی پایتخت است. یکی از نزدیکانش گفت مرافعه 12 دکبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به پایان رسید و زویرف را به تندگرایی و زرخریدی گناهکار کردند. مقامات جزئیات حکم را آشکار نمی‌کنند و معلوم نیست تحقیق پرونده و مرافع پرویز زویرف تحت چه شرایط گذشته است و موقع خودش به عیب‌نامه‌ها چی میباشد. به نقل یکی از نزدیکانش پرویز زویرف سال 2022 به واسطه بلاروس به لیتوا و سپس در اول امسال به آلمان رفته بود و مقامات آلمان با درخواست دوشنبه با او صحبت کرده بالاخره او را از تاجیکستان و او مجبور شد به فرانسه فرار کند و از اونجا او را استرداد کردند. برنامه در همین جا به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید، ولی بدانید که هر وقت دیگر هم برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان می توانید به سامانه رادیوی آزادی وارد شوید. azadi.org. خبرهای ما را از صحیفه های شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم پیگیری کنید. خود شما هم می توانید خبرساز شوید و درباره مهمترین حادثه های اطراف خود عکس و نوار فرستید و ما با شما در تماس می شویم. خدا نگهبان شما.